بسته به نوع قطعه، سامانه پاشش متناسب با اون قطعه و شکل پختش تعیین میشه و فرایند لعابکاری آغاز میشه. ما جهت ارائه خدمات لعابکاری بر روی قطعات آهنی مجهز به 2 سامانه پاشش لعابکاری هستیم. سامانه اول ساخت شرکت گمای سوئیس هست و ما مفتخر هستیم که اولین شرکت در کشور هستیم که خدمات لعابکاری ارائه میکنیم با دستگاه گمای سوئیس. و دومین سامانه خودکار ما ساخت شرکت استرانگ ترکیه هست. این 2 دستگاه هر دو به صورت کاملا خودکار کار میکنن و مخصوص قطعات آهنی مسطح هستند، مثل صفحه روی اجاق گاز، مثل قطعات داخل فر. قطعاتی مانند لید و روغنگیر با توجه به فرم خاصشون داخل سامانه پاششی خودکار و مسطحی مورد فرآیند لعابکاری قرار میگیرن که ما در مجموعه‌مون 2 تا از این سامانه‌های خودکار و مسطح رو داریم که یکی مختص لعاب مات و دیگری مختص لعاب براق هستن. محفظه داخلی یک پارچه فرهای توکار به خاطر عمقی که دارن نیازمند دقت بسیار بالایی در فرآیند پاشش هستند. این سیستم تمام خودکار ساخت شرکت استرانگ 3000 ترکیه مختص به این کابین‌ها تعبیه شده. عملیات لعابکاری تر در شرکت ما به صورت دستی انجام میشه که این نوع عملیات بیشتر شامل قطعات چدنی هستش که قطعات پس از پاشش در محلی آویز و سپس پس از خشک شدن وارد کوره گازی میشن.